آلدو باشید. آلدو تو باشی. راستی زودتر به این طرف. با خفا میگویم. گریختنده. آنها سربازان بودن سینا؟ نه کی بودنشان معلوم نبود. فکر کردند که با ما دام گذاشتن، لیکن به ناموسان خودشان به دام افتادند. نه اگر سربازان نباشند آنها کیستند؟ دشمنان ما زیادند. محافظان، غارتگرها، مردم دیه ها. مهمش مال را نجات داده بس است. آنها را کی بشر میفرستیم؟ انتظار میشویم، وقتش را به ما خبر میدهند. خوب این طور باشد همش حل است. به هر حال باطن کماندان آنها را خوب سرکوب کردیم. آهسته همشیره، آهسته گفته. باطن کماندان آرام شوید، آخر آرام شوید. هیچ چیز نشده است. عصبتان را خراب نکنید. حاضر کارمان خیلی زیاد است. بدتر آن دکتر را هم میکشیم. گوش کن آلدو. حاضر خودم برای کمی استراحت کن. این گروه ها رو باشد باید استعمال کنی. مایلش آقای دکتر. اکنون را ایستو. این را پوش. تشکر آقای دکتر. نفس کمی استراحت کن. پسرم، شما کاری از دستتون اومده رو کردید. اکنون زیق نشوید. موفق نشدیم مادر. بچه ها سلیمه رو یافته نتوانستم. او رو هم از دست دادیم. هوا هم تاریک شده ایستاده است. چی کار میکنیم؟ دیلار رو چطور نجات میدهیم؟ من راستا تسلیم میشوم. چی؟ بینم مرا کفته گشتند. پسرم تو چی ها میگویی؟ آنها تو را میکشند. باید این کار را حل کنیم. دیگر چاره نداریم. آلدو، شنیدم که به تو تیر رسیده است. آیسته. همش با گناهی تو شد قیزبان. با خدا با گناهی تو شد. با گناهی من؟ لباس به تو زیبیده است، سلاح به تو زیبیده است. انا همین چشم تو به من رسید قیزبان. آخر کس خدا را شکر میگوید، توبه میکند، استغفرالله میگوید. به خدا گفتم آلدو، در درون دلم گفتم. چی در درون دلت گفتی؟ مگر در درون دل گفته میشده است؟ تو نمیدانستی؟ خدا. حالا این آلدو، من تو را قایل میکنم. کنی گوی چقدر قایل میکنی؟ میبینی یه دقیقه خانم قیزبان. خدا. من یک قهرمانی کردم آقای دکتر. چه خیلی قهرمانی قیزبان؟ میگویم، اما یک شرط دارم. مرا هم محافظ گیرید. اول گفزن چی قهرمانی کردی؟ بعد ما قرارمان رو میبراریم. من آن سلاحدار فراری را دستگیر کردم. چی؟ برای من کاری آسان بود. این سلاحدار زخمی نیست مگر؟
اگر او را دستگیر کنم من هم محافظ میشوم. اذیت نکن. بیایید. خوب هستی سلیما؟ در اینجا چه گپ هست؟ ها؟ پدر من شلوزاری فیوری رو دستگیر کردم. اکنون من محافظ شدم آقای دکتر؟ بله خزبم. محافظ شدم. آفرین طرف آفرین. خیز از جایت. کنی پیش درو. رفتیم راه کرد. های دختر من به تو چند بار گویم غلطه ها را در جایش گذار. تو باشی محافظشم گفتم و هر کارهای بیهوده مشغول نشوی. اکنون من محافظم. دیگه به من نیستی خدمتگار فرمان دادن نمیتونم. آها میبخشید خانم قزوان میبخشید. من بس حالا بخشیدم نشان بدم. این رو در کجا پنهان کنم ها؟ خدا را شکر که آمدید. گیرید این را. کنی را کرد. رفته. اکنون نقشت را میگویی یا اینکه دختر را داده دیلا را میاریم؟ شرط های سینان را قبول میکنی؟ تو دیوانه شده ای پسرم. پسرم خودت تنها به سیلا و نزدیان خواهینان رفتنت بیعقلی نیست مگر؟ بیعقلی نیست آقای آمد، بیعقلی نیست. یک نقشه کشیدم که سلیمه را به آنها نداده دیلا را از دستشان میگیریم. خیر چه خیلی نقشه بوده است؟ پولهایم کجا شدند؟ پولهایم در دست من است. پولها در دست من است. جای پولها را گپ زن همشیره. وگرنه تو را پاره کرده با پیش سگان میپرتایم. اگر مرا کشی پولها رو چی تر میابی سینان؟ به این کارت جواب میدهی؟ دستت را گیر. تو را میکشم همشیره. اگر من مورم پولها رو افته نمیتوانی. طاهر مرا نبیند سلیمه رو نمیدهد. با تنقمندان باشد تو رو میکشد. باید شرطی مرا اجرا کنی. باز تو به من شرط میگذاری؟ تو خودت کیستی همشیره؟ کیستی؟ جای پولها رو میگویم سینان، اما یک شرط دارم. میلش فهما گپ را دراز نکن. تو را جواب میدهم بعد یه حد برمیگردی پول را برگردان. شرطی من این نیست. باز چی میخواهی؟ یا که از آن پولها حصه خود را میگیری؟ آقای طاهر را نمیکشی و به کسی اجازت نمیدهی که او را کشند. تو چه ها میگویی؟ این کار از دستی من نمیآید. نمیپرانی سینان. من از مرگ ذره هم نمیترسم. حاضر رفته همش رو به باطن کمانده میفهمونم. تو را میپرانم همشیره، میپرانم. نمیپرانی. میلش بیگذار گفتی تو شود. مسئله پول چی میشود؟ تو اجرا کردن شرط پول در دست من میایستد. همین که وقتش رسید به تو برمیگردونم. تو هم مرا از بند جگرم داشته ای. گوش کن همشیره، تو دیوانه شده ای. چرا به خاطر دکتر خودت را فدا میکنی؟ او به تو یگان خشتبار میشود. یا اینکه دکتری ابلهی با تقدیر.
مایلش دکتر نمیمیرد، لیکن من هم یک شرط دارم. یلماز شدی؟ طاهر، تو باوری داری آخر این خیلی خطرناک است. بیشتر این با پای خود به مرد رفتن است. خواطر نشوید مادر جان، انشالله همش خوب می شود. سلاح را با من ده. شما برای چی آمدید؟ تو رو تنها نمیگذاریم پسرم. نمی شود، من باید با آنجا تنها روم. پسرم ما دورتر می ایستیم. اگر آنها پرانند ما هم می پرانیم. پسرم طاهر جان، بیا به گپمان گوش کن. به خدا کسی راضی نمی شود که تو خودت تنها به نزد آن خائنان روی. طاهر، تو هم برادر من هستی. اگر مردن لازم آید همراه میمیریم. خدا از همه راضی باشد. بیایید رفتیم. بیایید رفتیم. ایستید من هم میروم. چی؟ با کجا میروی؟ چرا مرا نمیبرید؟ مگر من محافظ نیستم؟ قزبان تو محافظی، اما باید در ده همانی. در نبودن ما ده ها را کی محافظت میکنه؟ به خدا راست میگویید، ده را محافظت میکنم. پسرم به دست این دختر نیم دیوانه سلاح دادن بی عقلی نیست مگر؟ خزبان ناز میداند که کی را به نشان گیرد. بیایید رفتیم. جیم بکشید قزبان. خدای مدد کن، آنها را در پناهت نگه دار. با دقت باشید، با دقت باشید. خدا مددگارت باشد طاهر. خدا به همه همون مددگار باشد. به همه همون. خیر میرویم. آمده ایستادم.
رفتیم. صبر کن. سینان دلو را فرست. اول یلدوز. سینان اگر یگان بیعقلی کنی سلیمه هم با من میمیرد. بمبئی در تنم بوده برای همه امان بسنده است. اکنون دلو را فرست. من هم سلیمه را با تو میفرستم. دلو را فرست گفتم. همشیره یعنی بیا تو چه کار میکنی سینان؟ حالا یا دو دستیان حال همشیره را نفرست. خاطر نشو. البته من هم میفهمم. من نمیروم آقای طاهر. با تشکیلات میمونم. دلو بیا. دلو بیا. دلو آقای طاهر. دلو تو چی ها میگویی؟ دلو بیا رفتیم. دلو بیا رفتیم. دلو گفتم که نمیروم آقای طاهر. دلو کسی تو را مجبورن در اینجا نگاه نمیدارد. شنیدید دکتر؟ همشیره رفتن نمیخواهد. او را مجبور نکن. دلو من نمیروم آقای طاهر. او را شنیدی؟ به یولمز گوید که دلو خودش ناامد. رو اکنون دکتر، رو از پسی کارت شو. به قرارگاه بعد میگردیم. رفتیم همشیره رفتیم. بیا رفتیم. زود باشدیم. گذر همشیره گذر. زودتر. دلا را میبرد. بیایید رفتیم. به فکر دلو رو مجبور نمودند. نه، او را هیچ کس مجبور نکرده است. او خودش ناامد. الدو کلی به من گوی. به فکر تو چرا دلو این کارو کرد؟ من از کجا میدونم کیزبان؟ هممون حیران موندیم. اپی دلو ناامدن. با تشکیلات میمونن گفتند. توبه سببش رو نمیدونی الدو؟ من پربینم مگر کیزبان؟ سببش رو از کجا میدونم؟ خدایا توبه. سینانی ظالم. به فکرم او به دلو تهدید کرده است. کی میدونه دلو را با چی تهدید کردن؟ وگرنه او آنقدر بیعقل نیست که با سفسطه های آنها باور کند. از آن خائنان همه چیز را انتظار شدن ممکن. این لباس از چرکین شده است. امروز لباس میشویم، این را هم میشویم. اگر یگان لباس چرکین داشته باشی ده میشویم. نه ندارم مادر جان.
این کاغذ رو پردایم پسرم. این چیست مادر؟ نمیدونم، از کیسه برآمد. این را دیلو نوشته است. دیلو نوشته است؟ یک چند مدت اینجا میمونی همشیره. اگر یکون چیز لازم شود خبر ده. خدای چشمانت را گشا. یلدوز دکتر نمیرد گفته راضی شدی که در اینجا مانی. برای یک کسی بیگانه خودت را قربان کردی. تو چه خیلی انسانی. معلوم می شود که تو دکتر رو خیلی دوست می داری. احوال یلدوز بد شد. با تن همشیره را بیارید گفت. همشیره در کجای همشیره؟ زود باش یگان کار کن. احوال یلدوز بد شد. دارم کماندان. با تن کماندان. ما رو پیشوایمان فرستادن. همشیره را بیار گفتن. البته حاضر، لیکن باید اول تیار شوید. کمی انتظار شو. مایلش کماندان. یکی زود باشه. پیشوایمان را منتظر نکنه. مایلش حاضر می رود. فهمو. چرا ایستاده ای؟ یگان کار کن. در اینجا چی گپ است؟ یگان کار کن آخیر. گوش کن باتن، کمی صبر کن. بگذار همشیره او را معاینه کند. یلدوز با خدا یلدوز خواطر نشوید. کمی فشارش پست شده است. برای همین بیهوش شد. این از سبب کمخونی می شود. یلدوز خوب هستی؟ انا دیدی بیهوده واهمه کردی باتن. دختر خوب است. خوبم. التماس برایت و من هوا نمی‌کنم. مایلش
دیلا نوشته است که امروز ماده های ترکنده را به مرکز میفرستند. در کجا گذرانیدن عملیات معلوم است؟ البته در وادی مارون. وادی مارون رفته پیش راه سیلاداران را میگیریم. درست آقای حامد. اکنون ما امکانیت داریم که ماده های ترکنده را گیریم. همه جمع شدند. آماده ایم. رفتیم. بیایید رفتیم بچه ها رفتیم. پسرم ایست. نگذارید که آن ظالمان باز به آدمان جبر و ستم کنند. به ظالمان فرصت ندهید. دنیا را از آنها پاک کنید. انشالله مادر جان انشالله. از من راضی باشید. راضیم پسرم راضیم. اکا چرا آبام رو نآورده؟ چرا او رو در اونجا گذاشته؟ عمر جان تو الکی کلان شده ای. به تو گریه کردن نمیزیبد. اپام رو پزمان شدم. التماس شما هم نروید. غیر از شما هیچ کس ندارم. خواطر نشو دادرکم. دیلا را از دست آنها البته نجات میدیم. لیکن میخواهم که تو قوی اراده باشی. در نبودن ما ده به شما امانت. رو پسرم رو نزد جورت رو. بیا اومد. پزبانی اکنون نوبت ماست. آفرین. آقای حامد به شما چی شد؟ آقای حامد خوبم پسرم خوبم. آقای حامد رو همون دراز است. شما نروید. رفته استراحت کنید. حالتان خوب نماید. تا وقتی که قاتلان دخترم زنده هستند چطور استراحت کنم؟ پسرم راست میگوید آقای حامد. رفته کمی استراحت کنید. خیر میلش. بگذار گفت شما شود. آقای حامد عمر به شما امانت. خواطر نشو یلمز. او را از علی جدا نمیکنم. تشکر آقای حامد. کیزبان تو هم نیا. میروم آقای دکتر. آقای طاهر راست میگوید. تو به کارهای مردم دخالت نکن. من سلیمه رو دستگیر کردم. فراموش کردی الدو؟ قزبان دخترم تو دیه را محافظت میکنی؟ در نقطه تیبی تلفن است. اگر یگان ناخوشی روی داد به ما زنگ زنید. میلش پسرم. با خواست خدا هیچ گونه ناخوشی روی نمیدهد. بیایید رفتیم. خیر بچه ها. رای سفید رفتیم. خیر خدا نگهبانتان. رفتیم. به خیرت آقای حامد آنها به کجا میروند؟ آنها برای گرفتن ماده های ترکنده میروند رئیس. هیچ بسر رو گشت میرم فقط بسر رو گشت. تو یک طرف ایست. به من گوید که آنها چطور میگیرند؟ با آنها هجوم کرده بمبه ها رو میگیرند رئیس. از کجا خبردار شدید؟ چرا میپرسید؟ چی مگر شما محافظید؟ کارت چی ها؟ کارت چی؟ من رئیس این دهم یا اینکه تو؟ رئیس این دهم منم. حمیدی من. قزبان بیا خودمان در نقطه تیبی میایستیم. رو خیر میلش. رئیس حالا ایستید. باز به تشکیلات خبر میدهد. با کجا قزبان؟ دنیا پر از بوز شده است. آن داروها رو به من نده. من آنها رو استعمال کرده نمیتوانم. میلش مرحمت. تو چرا با دکتر نرفتی؟ مردم دیه قریب برای تو دیوانه شوند. سببی در اینجا موندنت چیست؟ چه حال داری یلدوز؟ خوبم باتم. خدا شفا دهد یلدوز. آماده شو همشیره. میروی؟ به کجا میروم؟ سوال نده.
آماده شو. چی شد؟ او را به کجا میبرید؟ و نزد پیشوایمان خلعتت را برار. مرا باز به کجا میبرید؟ نه سرده مرا. برو. من به هیچ کجا نمیروم. سرده. برو. راه گرد گفتم کنی و نزد پیشوایمان را صدای خدمت میکنی. نمیروم. فهمیدی؟ میروی. برار. خلعتت را برار. مرا رها کن. سرده. پیشتر راه گرد. نمیروم. این را گریسته پس. پیشتر زود باش. رفته. سرده مرا. سرده گفتم. ایتن چی گپ است؟ برو چی کار میکنی؟ همشیره را به نزد پیشوایمان میفرستیم سینا. چی؟ خودی حاضر؟ شوخی او را میبرد. اکه همچنین خواستند. وطن قماندان، همشیره را از اینجا بردن کاری خطاست. دکتر یلدوز یاردار است. او را کی طبابت میکند؟ گوش کنید وطن قماندان، اقلا تا صحت شدن یلدوز همشیره در قرارگاه ماند. لازم نیست. احوال یلدوز خوب است. اکم را نباید منتظر کنیم. او طبی خیلی نازک دارد. کاری رو که امر نمود باید در حال اجرا شود. وقت را بیهوده صرف نکرده در حال همشیر را فرستید. ایتن دو دختر را همراهش فرست که با او کمک کند. خوب شده است وطن قماندان. سینون با تو مصلحت کرده بودیم. کمک کن مرا نفرست. همشیره سینون جای پولها را هم به تو میگویم. پولها را مان. دیلا افسوس که به تو کمک کرده نمیتوانم. داره دورا. خوب شده سایده. آرام شو. دختر را برید و به اکم سلام رسانید. میرسانم. همون. سینون مرا نجات ده. التجا میکنم مرا نفرست. سینون التماس. نغمه نکن. التماس مرا نفرست. خواهش میکنم مرا نفرست. سینون. ایتن برای عملیات آماده شوید. همه را جمع کن. حاضر وطن قماندان. جمع شوید زودتر. جمع شوید گفتم. این دفعه اجازه نمیدی هم پدر. دیگر خبر کشی نمیکنید. یک طرفیست. تیزبان دخترم کمک کن رفته آب بیاریم. در خونه یک قدر آب نمانده است. بیا رفته آب بیاریم. من شما آب میبرم. روید. خدا. پدر در کجا باشند؟ اینشالله این دفعه خبر نمیدهند. خیلی میلش من به نقطه تیبی رفته نه با دور میستم. جایش رو میدونی؟ بله میدونم. تو در نزدیک زود شو. حالا میبینیم کی به کی دام میگذارد. 5 78 81. الو گوش میکنم رئیس گبزن. سینان امروز عملیات میگذرانید. و فکر ماده های ترکنده رو به مرکز میبرید ها؟ تو از کجا میدانی؟ ها رئیس؟ یک زردانت بچه. رئیسی دهه آب کلان زنگ میزند باطن. دکتر از عملیات خبردار شده است. چطور خبردار شده است؟ کنی همه جا بجا شوید. در وادی ماران به مدام میگذاشته است. در یک جا صاف کشه. زودتر اینجا بیا. چرا پرسیدن میخواهی رئیس؟ گوش کن سینان، تو نمیدونی دیلا برای چی آمد؟ نخواد. دیلا به خاطر دکتر این کار را کرد.
خیر میلش نون میلش براری کار ها براری کار. وای دلا وای. چیکار میکنین باتن قماندان؟ من هم با اونها دام میگذارم. بیایید رفتیم. تو در عملیات اشتراک نمیکنی سینان؟ برای چی اشتراک نمیکردم من باتن قماندان؟ من چنین میخواهم، چون که از دست دگان کار نمی آید. چرا نمی آمده است؟ یک دختر را کشته نتوانستی، جان ما را به نوگی بینی امان آورد. شما روید، راه گردید می روید. رفته از پسی من. بگوید قماندان، من با این باتن چیکار کنم؟ این ابله به سری من داد میزند. مگر او در زیر فرمان من نیست؟ چرا این طور میکند؟ طاقت کن سینان، به خاطر اتش طاقت کن. آیتن، تو 3-4 نفر را گرفته پیش از دختر به وادی ماران رفته به آنها دام گذار. شما چیکار کردنید باتن قماندان؟ مادامی که محافظان در دهه نیستند، دهه آبی کلان بی خطر است. من موادهای ترکنده را از قسم پایان دهه آبی کلان میگذارانم. فکری عالی جناب باتن قماندان، لیکن دهه آبی کلان از اینجا خیلی دور است. لیکن راه بی خطر است. خیر تو به جای گفتم رو آیتن. اطاعت باتن قماندان. 4 نفر همراهی من بیاید زودتر. رفتیم خالد آقا. دیگران از پسی من. نوگر زودتر. طاهر، بچه ها خسته شدند. وقتمون تنگ است یلماز، باید زودتر رویم. غیرت کنید بچه ها، باز کمی دیگر غیرت کنید. فواد، کمی دیگر. من تو رو میفهمم، لیکن قوی بودن لازم. میدانم طاهر، میدانم اما فکر و خیالم در دلو است. نمیدانم او حالا در چه حال باشد. غم نخور فواد، اول این کار را با آخر رسانیم، بعد با خواست خدا او را نجات میدهیم. انشاءالله.
نیستم بگویم خیلی جایم راه کرد بیاره زودتر راگه پیشن درآمدگاه به خطر است سردار. خیلی خوب. نباشد راه کردیم. تمام پیش در راه. راه کرد. پیش در راه. ما نکن. پیش در راه. شاید دیگر بر نگردد. مرا به کجا میبرد؟ التجا میکنم. امانت رو آوردم. فهمو مرا رها کنید. با من بیا. آرامی خوش آمدی. دختر را آرا دادم. در حال می آرم. سر و سیمه نشوید. اول کمی استراحت کند با خود اوید بعد بنازم. مراد آنها با همین راه میروند. برای به مرکز رفتن مجبورند که از همین راه بگذرند. این طور باشد دو گروه شده در پس خرسنگ ها پنهان میشویم. طاهر درست.
باشد با دقت باشد بچه ها پرانه یلماز آنها چند نفرند 4 نفر مونده تشکیل شده اطرافشون را احاطه میکنیم رفتیم آمدن امور را میداشتن برای همین گام گذاشتن نفهمیدم چی خبردار شدن من فکرم کسی از آدمان دیها با سلاح دارد خبر دادن پس معلوم میشود که آنها در دیها آدم دارند کزبان پدر؟ تو در اینجا چیکار میکنی؟ من نوبدوی شدم امیدوارم خبرکشی نکردید یعنی به سلاح داران خبر نفرستادید جامعت را گیر کور نمک من به خاطر تو این کارو میکنم به خاطر تو فهمیدی یه عقل شطرت فهمیدم داد نزنید کار نیستم خدایا توبه تو در اینجا چیکار میکنی؟ در اینجا کی را محافظت میکنی ها؟ اینجا نقطه طبی است اینجا هیچ است باید از دشمنان محافظت کنم پدر دمت بگیر بیعقل محافظان کجا و تو کجا؟ سلاحت را گذارو به خانه رو در خانه یگان خوراک نیست از گرسنگی میمیرم کلی پیش را زود باش پدر میروم گوش کنید پدر من حالو هم در فکر دیلویم اگر نفهمم میکفم چرا این دختر برنگشت کارت چی ها کارت چی کنی راهگرد و در خانه میگویم راهگرد پدر میدونم که میدونید از برای خدا با من گویید میلش اینا پیش از سیر شدنی شکم میگن راهگرد خواهرم زلال آمدی؟ البته دستانم بسیار خون خوردم کار خدا را بینید کی میگو که نبیرم را یافته لباسهایش را میشویم خدایا خداوندو تو را شکر میگویم کاش صحت و سلامت برگردم فکر و خیالم فقط در آنهاست خدا آنها را در پناهش نگه دارد حالا هم جایهایشان را اشغال نکردن چرا اطرافشان را محاصره نمیکنند در وقتی زد و خورد این خیلی دشمن است طاهر آلدو؟ آقای خلیل برای چی برا پروندی؟ تو همراه سلاح داران چیکار میکنی؟ برا تهدید نمودن آلدو اگر با ما نایی زن و فرزندانت رو نیست نابود میکنیم گفتن ایستا خلیل با ما کمک کن ما تو و زن و فرزندانت رو صاحبی میکنیم از تشکیلات راهی گریز نیست آلدو ما اکنون غلام تشکیلات شده خلیل ما نیستم ستارا مرا از اینجا برد آقای دکتر تو را صاحبی میکنن تو را از تشکیلات نجات میدین ای آلدو نمیشود زن و فرزندانم را و باز یک کفلی نوزاد دارم همه اشان و تشکیلات مثل نابود میکنن آلدو خلیل آلدو خلیل آلدو لابای آقای دکتر ایستا زخمات را ببینم نجوم خواهدیر نشو تیر رسیده گذاشته است این آدم کی بود؟ ما میشناسی؟ یکی از فیلیپ های تشکیلات به مثل دیگر آدمانی که تشکیلات آنها را فیلیپ داده است آلدو تو در همین جایی است
اینجا برایت به خطر است. بایدش شما از پسی کار داشته بید. من طاقت میکنم. زود باش. زودتر. مادر جان در اینجا خنک میخوره و در اون دروید وگرنه سرد نمیشود. جانی مادر، تشکیلات سالهای زیاد پسرت مرده است. مرا فریب داد. حالا شکر که تو و مادرم همراه هم هستی. بیام کشمم رو میدیهم. من این خیلی شرم میدارم. مرا دخترم لبای مادر جان رفته دیگر را خبرگیر باز نسیزد و در اون دروید برو خنکت. مایلش. وای بیدیلو من چیکار کردم؟ چی شده پای بیاز؟ یگانه شیمینه بیرم بود و دیگر ندارد. من اتمون چیکار میکنم؟ سیخ نشوید اپا میدوزیم. انشالله از پیشترش دیده خوبتر میشود. یک به این دیگر زیلول کجا این رو میدوزم؟ پاره شده است. اوه اگر میدونستم که میدرد به خدا نمیزدم. هیچ گپ نی اپا. برده به بالای آتشدان گذارید خشک میشود بعد میدوزیم. مایلش ندیرم از میچ میپوشد. خدای زلال چی شد قزبان؟ بخیر است؟ میدونی دیلو برو چی برنگشته است؟ نه نمیدونم. اما من میدونم. زنهای دلگیر کننده را به سرودهای نو عوض نمود. برا محبتی تو کشت منم اسیر یا نگاه آچدلگو مرتی سنکنه عجب کاری خطا کردی مرا از تو جدا. درد خوشی دست به دست جانم جیگر خفه نشم مدت در کاری از خدا میخواهم از غم ها جدا باشی. آیم که دارم با درد و غم آلوده با شب تو من سرطانم گم کرده راهم حیرانم. یارب بی وفا نداره با کسی زنده. пайрохаи такдир. فیلم سال 2012 در مرکزی پرودیوسری سیما پرودکشن از ترکی به تاجیکی ترجمه شد.